سال 2025 اونقدرها هم بد نبود. چند روز دیگه وارد 2026 میشیم، ولی اگه بخوام از قشنگترین شبش بگم بدون شک اسمش کریستیانو رونالدوه. شبی که با پرتغال قهرمان لیگ ملت‌ها شد، شبی که نه خودش خوابید نه هوادارا، شبی که زمان برگشت عقب. هممون رفتیم به فینال یورو 2016، اونجایی که رونالدو مصدوم شد، تعویض شد، اشک ریخت، ولی پرتغال قهرمان شد. و تو فینال لیگ ملت‌ها مقابل اسپانیا، شبی که کل پرتغال برای رونالدو جنگید، چون قبلش به هم‌تیمیاش گفته بود اگه امشب ببازیم از تیم ملی خداحافظی میکنم. حتی دوبار عقب افتادن ولی برگشتن با گل‌های رونالدو و نونو مندز و در نهایت قهرمانی. اون شب انگار خدا رونالدو رو بغل کرد، بهش گفت هنوز تموم نشدی، حالا وارد 2026 میشیم، ولی فقط یه آرزو مونده: قهرمانی جام جهانی و خداحافظی مردی که به ما یاد داد هیچ وقت زود تسلیم نشیم.